السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سوره بینه. سوره بینه بعضی گفتن که سوره مکی هست و قول راجح همی است که مدنی هست. سوره بینه سوره مدنی هست و در اینجا ترجمه می شود و بعضی کلمه هاش که چند احتمال دارن به همون خاطر ما در همون کلمه هاش ایستاده کمک شرح میتیم تا اینکه همون فهمش طوری شود. به همون خاطر بعضی درس ها درازتر میکشن، همین از علتش. وگرنه اگر ترجمه کرده رفتنش این آسان تر است برای ما را از اینکه اونا بگیم شرح بتیم و زیاد گپ زنیم. به همون خاطر انشاءالله سوره بینه را الان ما انشاءالله که پیشکش شما میکنیم با ترجمه هاش و هر جایش که نفهم باشد مرحمت میکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. در اینجا هم سه آیاتی که خونده میشه ترجمهش میکنیم، بعدا با پایان رفتن میگیریم. الله پاک در اینجا میفرماید که لم یکن الذین کفروا. لم یکن الذین کفروا گفتن که کافرها، اهل کتاب و اهل مشرکها اصلا بگیم که نبودن همونها، همین خیلی که یعنی که لم یکن گفته که ترجمه تحت لفظش که نبودن الذین همون انسانهایی که کفر و کافر شدن، من اهل کتاب از اهل کتاب و المشرکین مشرک ها رو میگن. اینجا اینه که چه اهل کتاب باشه کافر هستن، چه مشرک باشن همشون کافر گفته میشن. اهل کتاب گفته چه خیلی که در تفسیرها میارن که یهود و نصارا در اینجا میدراین. یهود و نصارا اونها هم کافر هستن، کافر اهل کتابش میگن، ولی مشرکین که غیر اینها. اما بعضی گفتن نگفتن همو اهل کتاب که مشرک هستن، گفتن این خیلی گفتن چه خیلی تفسیر قرطبی هم همین قول آوردگی هست که همون اهل کتابی که مشرک هستن. خلاصه گفت که اهل کتاب گفته کافر اهل کتاب میگن، مشرکین بت پرستان و دیگر چیزهایی که شرکیات آوردگی هستن. همونها نبودن که ترک کننده، منفکین گفته یعنی که ترک کننده و دور باشن از شرکشون. حتی تأتیهم البینه، حتی که آمد همونها را چی؟ بینه گفته حجت، دلیل، برهان. بینه گفته چه در حدیث پیامبر خدا میگه که البینه المدعی. بینه گفته به معنی که حجت، شاهد برای چی است؟ دعوا کننده هست. یعنی که بینه به معنی حجت و دلیل میگن. در کلمه منفکین در اینجا چندین در قول ها هست و چندین معنا میشن. یعنی که آنها مثلا کنده شونده نبودن و میل کننده نبودن از همون شرکشون، حتی که آنها را حجت آمد از آنها چشن کنده شدن. بعضی گفتن که منفکین به معنی که کنده شونده نبودن از همون شرکشون، چه گفتیم. و بعضی ها میگن که آنها هلاک شونده نبودن. منفکین به معنی هلاک شونده میگن، حتی که اومد همونها رو چی؟ حجت و دلیل. چخیل یعنی که اونها وقتی که حجت و دلیل که اومد، اونها بگیم که از شرکشون نگشتن و از اهل کتاب بودن، مثلا که به قرآن هم اعتقاد که نکردن، اونها هلاک شدن. خلاصه گپ منفک و اون کنده شونده و از اون چیز گشته نمیگن. آنها همین تویی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که نیامد، آنها چی بودن؟ از همون شرکشون کنده نشیدن. یا اینکه تویی که همین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیامد، آنها چیدن؟ هلاک نبودن. یعنی که اهل کتاب آنها دینی قبول بود. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد، آنها چی کردن؟ بگیم که حکم کفر را گرفتن که با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کافر شدن. و بعضی گفتن که منفکین به معنای که صفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ترک نمیکردن، در کتابشون ذکر میکردن که پیامبر میاد، امین هست، صادق هست. گفته همه اعتقادا رو میکردن که با پیامبر خدا چه صفاتاشون بودن، همون صفاتو پراپر در پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یافته میشید. وقتی که اون پیامبر بودنشون که معین کشید، در نزد اونها ظاهر کشید، اونها کافر شدن. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. رسول گفته فرستاده شده، یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله من الله از جانب الله بود که یتلو تلاوت میکرد. صحف گفته صحیفه ها، قرآن که مطهره که پاک بودک. در همون صحیفه ها چی بود؟ فیها کتب بود. کتب گفته مکتوب به معنی که نوشته شدگی. قیمه راست و درست،
یعنی که در اون یگان باطلی نبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق نشده بودن، پراکنده نشده بودن همون هایی که اوتول کتاب داده شده بودن کتاب اونها، یعنی که همشون اتفاق بدن که همین پیامبر بیاد ما نصرتش میکنیم، دستگیریش میکنیم، کوشش میکنیم که در دین همون باشیم و دین پیش بریم. گفته همین خیلی تفریقا نبود پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و اومد اونها از سبب کبر و غرور و خودپرستیشون که چیزی از قوم ما نیومد، از بگیم کتابی ما را چی نکرد، گفته از کتاب مثلا اونها اهل کتاب بودن که چیز نصرانی نیومد گفتن پیامبر، چیز یهودی نیومد گفته دیگه تفریقه شدن و از دین الله دور شدن، غالبی آنها کفر شده رفتن. و ما تفرق الذین، نکی تفریقه نشه انسان همونهایی که الذین همونهایی که اوتول کتاب داده شده کتاب آنها را الا مگر چی بعد من بعد اینکه آمد آنها را چی ما جاءتهم آمد همونها را بینه چی نکی حجت و دلیل. بینه در جبانه که قرآن و پیامبر خدا صلی الله علیه و در نظر دارد. و ما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما امروا موضی مجهول هست، موضی مجهول جمع مذکر هست. و ما امروا امر کرده نشده بودن آنها، یعنی که در همون تورات و در همون انجیل هم آنها امر کرده شده نیستن که شما کریست بپرستید، شما بگیم عزیر، حضرت عزیر بچه خدا بگید، حضرت موسی رو بگین که بعد دیگه اون پیغمبر قبول نیست. این خیلی گپا نبود در همون تورات و در همون انجیل هم. و این قرآن کامل کننده انجیل و تورات همش در این قرآن از پرا و صحیحش هم در همین است میگه. و ما امروا امر کرده نشدن مگر لیعبدوا الله عبادت کنن الله را، یعنی که امر کرده شده نیستن در همون تورات و انجیل هم. مگر چی امر کرده شده هستن؟ لیعبدوا الله عبادت کنن الله مخلصین با اخلاص، له الدین برای هم الله هست دین، یعنی که دین برای الله هست. چه خیلی دین با معنی در تفسیر قرطبی میگه به معنی که برای همون الله هست خاص عبادت. حنفا گفته یک طرفه از شرک و از بدعت ها، یعنی که یک طرفه یا راه یک طرفه میگن حنفا یک طرفه، یعنی که از شرک از همه چیزا. و یقیم الصلاه در همون تورات و انجیل هم امر شده است که چی شما یگانه پرست باشید. حنفا چی حنیف گفته یک طرفه و از شرک از همه چی. دین حضرت ابراهیم یک طرفه بود از تمام شرک چیز. در همون تورات و انجیل هم اومده است که همین کار بکنید که شما از شرک و از بدعت همه چی دور باشید. و یقیم الصلاه و شما چی کنید با اخلاص ادا کنید چی را؟ نماز را. و یؤتوا الزکات و ادا کرده شود چی زکات ها. و ذلک چی دین القیمه، همین از دینی چی قیمه یعنی که راست مستقیم. این الذين كفروا من اهل الكتاب، بشک انسان هایی که کافر شدن از اهل کتاب، نیا کن که اهل کتاب کافر میگن، کافر کتابیش میگن. بشک انسان های کافر شدن از اهل کتاب ولی مشرک ها فی نار جهنم در آتش دوزخ هستند، خالدین فیها دائمی هستند، فیها گفته در همون جهنم در دوزخ. اولئک هم شر البریه، اولئک گفته همونها هم گفته هم ضمیر همون مشرکا و کافر میگه. شر البریه گفته بدترین خلق هستن آنها، به سبب اینکه آنها شرک آوردن و کفر ورزیدن آنها بدترین انسان ها شدن و بدترین خلق الله شدن. این الذین آمنوا، بیشک انسان که ایمان آوردن و عمل الصالحات و عمل صالح کردن، اولئک هم خیر البریه، اولئک گفته آنها چه هستن؟ هم همونها، اولایی که اصلا اشاره دور میگن، هم گفته همونها را. خیر البریه چی؟ بهترینی انسان ها و خلق الله هستند. اگر اینها وقتی که خیر انسان های بهترین باشه و اینها چی مرتبه دارن در نزد الله؟ در اینجا الله فرمایه که جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. جزای آنها نزد پروردگارشان جنات عدن هست. در کلمه عدن چقدر در تفسیر جلال میگه که جنتی اقامتی هست، یعنی که جنتی که در اونجا ماندن هست، جاویدانه هستند در اونجا. جزای آنها نزد پروردگارشان جنتی چه بوده است؟ دائمی بوده است. و تجری
جاری می شود نهرها من تحت الانهار، گفته از تگ همون جنت ها و باغ هاشان. جنت گفته باغ ها رو میگن، جنتی عدن گفته باغ های دائمی و جاری میشه من تحت ها، از تحت همون باغ هاشان.